درود به همه شما دوستان عزیز. امروز میخوایم بریم سراغ شغل صافکاری و پیدیار و یه مصاحبه کوتاه هم با یه صافکار محترم داشته باشیم. اگه میخواین درآمد ماهیانه ایشون رو بدونید تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. آماده این؟ پس بزن بریم. صافکاری یکی از بهترین مشاغل مرتبط با خودروه که درآمد بسیار خوبی داره. به مجموع فعالیت‌هایی که جهت تعمیر ظاهر بدنی ماشین انجام میشه صافکاری میگن که به دو روش بدون رنگ و با رنگ انجام میشه. سلام، خسته نباشید. سلام، ممنون، خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنون. سنتون رو میتونم بپرسم؟ بله، من 47 سالمه. کدوم شهر زندگی میکنید؟ اردبیل زندگی میکنم. تحصیلاتتون چی بوده؟ دیپلم هستم. چند سال سابقه کار داری؟ من حدود 20 سال در این شغل فعالیت دارم. این شغل چه سختی و چه مشکلاتی داره؟ بله، همونطور که همه شغل ها سختی های خودشو داره، شغل ما هم یه سختی خودشو داره. مثلا با صداهای زیادی که تو کار ما ایجاد میشه، بعد کمردرد و زانودرد، البته میشه اینها رو هم کنترلش کرد با ورزش کردن های مرتب و رعایت بعضی از موارد کاری در حین کار که ایجاد میشه کنترلش کرد. اگه به عقب برگردیم بازم این مسیر رو میرید یه شغل دیگه انتخاب میکنید؟ خب سعی میکنم که ادامه تحصیل بدم. اگه نشد بله حتما این کار رو انتخاب میکردم. مرسی. ایجاد فرورفتگی‌های مختلف از جمله آسیب‌هاییه که هنگام تصادفات به بدنی خودرو وارد میشه. صافکارها در این گونه مواقع با روش‌های مخصوصی که دارن بدنی خودرو رو صاف میکنن. افرادی که تخصص بالایی تو این زمینه دارن بدون اینکه نیازی به رنگ کردن داشته باشن این کار رو انجام میدن و کار رو بسیار تمیز تحویل مشتری میدن. تو این کار دقت و حوصله اصلی ترین ملاک موفقیته. این افراد از هنر بالایی برخوردارند و سعی میکنن صافکاری خودرو رو با ظرافت بسیار و به بهترین نحو ممکن انجام بدن. شاید شما هم با مراجعه به صافکاری‌ها با صف طویلی از اتومبیل‌هایی که در نوبت هم مواجه شده باشید. این موضوع نشان دهنده بازار کار مناسبیه که این شغل از اون برخورداره. البته باید این نکته رو در نظر داشت که این حرفه جزء مشاغل سخت و حساسه که استرس و فشار زیادی بر روی فرد وارد میشه. چون کوچکترین بی‌دقتی در اون میتونه به بدتر شدن اوضاع بدنی خودرو منجر بشه. بازار کار خوب این شغل مرهون تولید تعداد زیاد خودروها در جهانه که باعث شده مشاغلی که در ارتباط با خودرو هستن پیشرفت زیادی کنند. حتی اگر فردا روزی قصد مهاجرت کاری به کشورهای دیگر رو داشته باشید، این حرفه مناسب شماست. این شغل در عمان، استرالیا، آلمان، ترکیه، کانادا، آمریکا و دبی تقاضای بالایی داره و این کشورها از سراسر دنیا نیروی متخصص می‌پذیرند. برای کسایی که میخوان این شغل رو داشته باشن و توی این شغل موفق باشن چه نکته یا چه توصیه خاصی دارید؟ بله، هم از عزیزان چی میخوان در این شغل فعالیت داشته باشن، توصیه‌ام اینه که سعی کنن در کارگاه‌های معتبر کارشون رو شروع کنند و صبر و حوصله خرج دهند، چون این کار زمان زیادی میبره. به خاطر همه میگم که حتما حوصله و صبر داشته باشن. بله. صافکاری علاوه بر فنی بودن یک هنر زیبا به شمار میره و صافکاران با ابزارهایی که در اختیار دارن طوری ورق خودرو رو ترمیم میکنن که با روز اول اون فرقی نداشته باشه و سعی میکنن این کار رو بدون رنگ انجام بدن تا ماشین افت قیمت نداشته باشه. البته ناگفته نمونه که یک سری کارها به خاطر تمیز بودن کار و صرفه‌جویی در وقت با تایید مشتری میتونه تعویض بشه، مثل کاپوت ماشین. خوشقول بودن تو این شغل اهمیت زیادی داره و افراد اتومبیل خودشون رو به دست فردی میسپارن که قادر باشه خودرو رو در مدت زمان مشخص تحویل اونا بده.
در نتیجه در صورتی که صافکار از سرعت عمل بالایی برخوردار باشه میتونه به عنوان یک فرد موفق تو این حرفه فعالیت کنه. داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای یک مزیت برای این شغل محسوب میشه. افرادی هستن که فقط به صورت تجربی این حرفه رو یاد گرفتن. این افراد برای گرفتن جواز کسب دچار مشکل خواهند شد، چون جواز کسب فقط به افرادی تعلق میگیره که مدرک فنی و حرفه‌ای داشته باشند. البته برای اینکه بتوان یک صافکار بسیار حرفه‌ای شد، باید حداقل حدود 2-3 سال شاگردی کرد تا به خوبی از پس تمام چالش‌ها برآمد. یک صافکار در رابطه با انجام فلزکاری باید مهارت‌هایی داشته باشه و قطعات به کار رفته در محفظه موتور رو بشناسه. همچنین باید با جوشکاری و لحنکاری آشنا باشه و بتونه با انواع قوس الکتریکی برای جوشکاری کار کنه. گاهی کاپوت خودرو رگلاژ نبوده و باید به تنظیم اون بپردازه. همچنین ممکنه بعضی از خودروها دچار سوختگی شده باشن که صافکار به ترمیم موارد سوختگی خودرو میپردازه. به طور کلی برای اینکه درجه 1 باشید واقعا باید در کار خود بهترین باشید، هم از لحاظ کاری، هم مالی و هم برخورد اجتماعی. اگه تا اینجا با ما همراه بودین و از ویدیویی که براتون آماده کردیم خوشتون اومده، لایک یادتون نره. آینده شغلی درخشان و درآمد بالا از مزیت‌های این حرفه هست. استفاده از ابزارهای تیز و بران از معایبیه که این شغل داره. بنابراین یک صافکار باید اصول ایمنی رو به دقت رعایت کنه. از جمله پوشیدن لباس کار، استفاده از دستکش و کفش ایمنی یا کلاه در حین کار ضروریه. علاوه بر این شغل آلودگی صوتی زیادی تولید میکنه که برای گوش و اعصاب فرد مضره. البته فرد میتونه از گوشی‌های محافظ و هدفون‌ها استفاده کنه. تو همه شغل‌ها باید زمانی که سر کار هستید تمرکز کافی داشته باشید، ولی در کار صافکاری احتیاط و تمرکز باید خیلی مراعات بشه. در غیر این صورت میتونه خسارت و آسیب‌های جدی مالی و به خصوص جانی رو برای خود استادکار به همراه داشته باشه. به این امر بیشتر در کار صافکاری سنتی به چشم می‌خوره. دلیل اون هم استفاده از گاز استیلن در جوشکاری کاربیده که قابل انفجاره. اما خوشبختانه لوازم صافکاری PDR از ایمنی بالایی برخورداره و تا حدی از خطرات پیش رو جلوگیری میکنه. صافکاری PDR یکی از جذابترین روش‌های نوین صافکاری خودرو بدون نیاز به رنگ کردن بدنه خودروه که این روزها همه رو به سمت خودش جذب کرده. این روش تحولی نو در ترمیم بدنه خودرو به صورت حرفه‌ای و همچنین سازگار با محیط زیسته. یک صافکار PDR حرفه‌ای میتونه کار خودش رو در 1 الی 3 ساعت انجام بده و این موضوع به شدت در جذب مشتری بیشتر و افزایش بازدهی کاری مؤثره. عبارت PDR در واقع مخفف عبارت انگلیسی Paintless Dent Repair هستش که به معنی ترمیم فرورفتگی بدون رنگه. یکی از مهمترین مزایای اون هم برای تعمیرکارا و هم برای صاحبان خودرو عدم نقاشی خودروه، چون که نقاشی خودرو به شدت قیمت اون رو کاهش میده. این نوع صافکاری چون رواج بسیار زیادی پیدا کرده و مشتریان بیشتری داره، در نتیجه درآمد اون هم بیشتره. همچنین این روش باعث سلامتی بیشتر صافکارا شده، چون در اون با ابزارهای سر و کار دارن که بسیار کم سر و صداتر و همچنین راحت‌تر از ابزارآلات صافکاری سنتیه. به طور کلی در حال حاضر به دلیل مزایای فراوان صافکاری PDR اکثر صاحبان خودرو به این روش علاقه بیشتری دارن. خب نوبتی هم باشه، نوبت پرچالش‌ترین و البته مهمترین سوال مصاحبه هستش، یعنی درآمد ماهیانه. اما قبل از اون شما برای من بگید که آیا با روش PDR آشنایی دارید یا نه؟ جواباتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. درآمد ماهیانه‌تون رو میتونم بپرسم؟ خواهش میکنم. درآمد ماهیانمون معمولا چون هر ماه متغیر درآمدمون میشه در کل میانگین رو گفت. ما هلوهوش 120 تا 130 درآمدمونه. البته
تو اون کارگاه ما 2 نفری داریم کار میکنیم، یعنی بینمون تقسیم میشه. مرسی، ممنون. اگه میخواین درآمد ماهیانه یک سوپرمارکتی رو بدونید، ویدیو بعدی ما رو از دست ندیم. بدرود.